خانه خدا در جمع برادران و خواهرانی که دوستشون دارید به خاطر خدا و دوست داشتنشون جزو کمالات ایمان ما و شماست. دو چیز امشب خیلی منو خوشحال کرد. یک این که فردا تعطیل نیست. صحبتی که دیشب کردم، ما نباید عبادت هامونو به تعطیلی حکومتی وابسته بکنیم. اگه روزی تعطیل اعلام کرد، ما اینجا رو بیایم و بپردازیم به این عبادت. اگه فرداش تعطیل نبود، صف خالی بکنیم. تو جاهای حساس، برنامه‌های حساس، باید خودمون برای خودمون تعطیلی ایجاد بکنیم، مرخصی ایجاد بکنیم، فرصت ایجاد بکنیم، مناسبت ایجاد بکنیم. این به این معنا نیست که فردا شما سر کار نرید. شما اگه از ساعت 7 صبح تا 9 یا 10 بخوابید، بعد از نماز ظهرم 1 ساعت قیلوله بخوابید، یعنی 4 ساعت اونجا، 1 ساعت هم اینجا، 5 ساعت، فکر کنم که برای چنین روزها و شبهای کافی باشه. یعنی با کمی برنامه ریزی میشه این فرصت ها رو داشته باشیم. چیز دومی که منو خوشحال کرد که خیلی از عزیزان تو سلام سوم داشتن می آمدن و این خیلی خوبه. یه وقت آدم جای گیر میفته، کاری براش پیش میاد، معذور میشه، نگاه ساعت میکنه که مثلا الان ساعت 2 هست، ساعت 2:30، میگه الان دیگه خیلی دیر شده، برم فایده‌ای نداره، هم روم نمیشه و هم دیره. نه، اگه تو به نماز وترم برسید خیلیه. هر لحظه فارغ شدید، از اون معذوریت در آمدید، خودتو برسونید، واقعا برگ برنده دستته. العبرة بالخواتیم، عبرت همیشه با خاتمه است. این خیلی نکته جالبی بود. امشب من متوجه شدم نزدیک به 1 صف تو سلام سوم بچه ها اومدن داخل. خیلی عالی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. در جسد انسان یک مضغه، یعنی تکه گوشتی است که اگر صالح بشه کل بدن و جسد صالح میشه و اگر فاسد بشه کل بدن فاسد میشه. الا و هی القلب. آگاه باشید که اون پارچه گوشت، اون تکه گوشت که مضغه بهش میگن، به اندازه کف دسته، میشه مدغ کرد، یعنی جوید. مضغه یعنی تکه کوچیکی که قابل جویدن هست. دهنو میتونه چه ظرفیت داره که ببلعدش یا بپذیردش. و اون قلب انسان. دو چیز در دنیا ساحل نداره. یکی اقیانوس علمه که هرچی بیشتر بخونید احساس به نادانی خودت بیشتر خواهد شد، پایانی نداره. و فوق کل ذی علم علیم. دوم دل انسانه، این اقیانوس بیکران، این سرزمین پهناوری که نهایتی نداره، تا چشم کار میکنه همینطور وسعت داره. وقتی میری به افق دوباره چه یه افق دیگه لازم هست. دل انسان بی نهایت ظرفیت داره. این دل تنگ میشه و گشایش پیدا میکنه. تنگ میشه با معصیت، با نیتهای پلید، و گشایش پیدا میکنه، نرمش پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه با چه؟ انگیزه های خوب، نیت های خوب، توحید، عقیده، توکل خوب، احساسات خوب، چیزهای خوب. الان چه احساسی دارید شما تو خانه خدا؟ این گوش منفذی است برای چه؟ گشایش دل. وقتی کلام زیبا رو میشنوید چه حالتی به دست میده؟ وقتی یه نفر به تو دشنام میده چه حالتی به دست میده؟ چند تا کلمه زشت اگر پشت سر هم بر این
شنوایی تو القا بکنن، پرت بکنن، بعد از 10 تا کلمه که پشت سر هم گفتن دیگه تو تحملت، یعنی این کلمات زشت، کلماتی که همش قبیحه، دشنام، تحقیره، بوی بد ازش میاد، ولی وقتی 10 تا کلمه زیبا گفته میشه چه حالتی به دست میده، چه نوازشیست. عشق، محبت، صفا، صمیمیت، الله، محمد، قرآن، ایمان، توبه، بوستان، عطر، مشک. هی میگی بیشتر بگو، هی میگی بیشتر بگو، چون دل داره گشایش پیدا میکنه. الان شما شب یک جز قرآن کلام خدا دارید میشنوید، این دل چه حسی؟ یعنی اینا همه منافذی هستن که یا روح و روان انسان و دل انسانو بمباران معنوی میکنن یا بمباران منفی میکنن، حس انسان آلوده میکنن. شما وقتی میاد اینجا سر به سجده میگذارید، این نیروهای منفی که وارد بدن تو شده میخواد تو رو بسوزونه، وقتی سر به سجده میذارید اینا رو همه تخلیه میکنه. مثل یک ارتیست که باید زمین رو یه چاله‌ای بکنید، اون رشته رو بذارید تو زمین تا اون قدرت منفی برقی که میتونه انفجار ایجاد بکنه همه چیزو بسوزونه چه دفع بشه. این آبم وقتی به این مرکز اعصابت میزنید، وضو میگیرید، همین حالت رو به انسان دست میده. تو دیگه وقتی این سرت به سجده گذاشتید تخلیه شدید، حست عالی شد، تزکیه شدید، حس منفی بیرون میشه، انسان تخلیه میشه. خصوصا وقتی میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، انسان باید بره تو این معانی. ما چند تا سوره در قرآن داریم همش با تسبیح شروع میشه، یسبح لله ما فی السماوات والارض، سبح لله ما فی السماوات والارض. این معنیش چیه؟ یسبح لله معنی تسبیح چیه؟ یعنی بین من و تو و رب، بین من و تو و خالق، بین من و تو و الله یه اقیانوسی است که وقتی ما میگیم سبحان الله یعنی ما داریم شنا میکنیم تو این اقیانوس معنویت به سوی خدا. معنی تسبیح اینه، شنا کردن در اقیانوسی که به ساحل رب العالمین و ساحل امن اونجا چه منتهی خواهد شد. سبح لله، سبحه از سباحه گرفته شده، تسبیح از سباحه گرفته شده و سباحه یعنی شنا کردن. وقتی انسان تسبیح خدا میگه یعنی در اقیانوس معنویت داره سباحه میکنه، شنا میکنه، پیش داره میره. خداوند 2 تا کعبه ایجاد کرده، یک کعبه در بیرون و یکی کعبه در درون. اما کعبه‌ای که در بیرون از آب و گله، بانیش هم مخلوقی از مخلوقات خداونده، بندی از بندگان خداونده و اون در مکه هست، بانیش ابراهیم خلیله، مواد ساختمانیش آب و گله، خشته. طواف کنندش چه کسانی هستن؟ بازم مخلوقاتن، انسان ها هستن، ولی یک کعبه دیگه داره. این خواجه انصار تو تفسیر ادبی عرفانیش داره. عارفا خیلی وقتا یه حرفای عجیب و غریبی میزنن، الهاماتی دارن. میگه اما کعبه دوم در درونه، اون دیگه از آب و گل نیست، اون کعبه درونی از جان و دله، موادش جان و دله، بانیش رب العزت والجلاله، الله بانی اون کعبه است. و طواف کننده کعبه‌ای که از جان و دل کیه؟ اللهه. اللهی که بر دلهای ما و شما طواف میکنه. سوال اینجاست، این دلو که اهدا کرده به من و شما؟ الله. دل برای چیه؟ برای دوست داشتنه. اولین ذاتی که باید دوست بداریم چه کسی باید باشه؟ کسی که این دل رو اهدا کرده.
و در این دل دوست داشتن قرار داده، وگرنه یه تکه گوشتی بیش نیست. ببخشید اگر من این تکه گوشت زبانم رو در بیارم، این صدا از کجا داره میاد؟ این صوت از کجا داره میاد؟ سبحان الخالق. هنوز کسی جرأت نکرده بگه من خالق انسانم، من خالق کوهم، من خالق اقیانوس هم، من خالق آسمانم، من خالق اجرام آسمانیم، من خالق زمینم. فقط یک ذات جرأت داره که بگه، حق داره که بگه. همه فرمانروایان زمین با همه اقتدارشون هنوز جرأت نکردن. اگر این ادعا رو بکنن بهشون میخندن. مگر کسی غیر از ذات باری تعالی میتونه این ادعا بکنه، به خودش اجازه بده که من خالق کوهم، خالق انسانم، خالق دریام، خالق زمینم، خالق اجرام آسمانیم؟ الله. اگر الله این دلو داده و درش محبت دوست داشتن قرار داده، اولین ذاتی که باید دوست بداری الله. مشکلت خودتو حل کن، یه الله با این دل دوست بدار، کل وجودت در بر میگیره. دنیا رو طوری دیگه میبینید دیگه، تو میشی بنده رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنید.